اگر بچه من ندین عاقبت کارتون بد میشه. نمیدیم، فهمیدید؟ نمیدیم. بچم خانه بیا جانیو چه هجری، من تو از دست اونها نجات میدیم. کنی بیا بگیر گرفتم میتوانی. کنی بیا بینم. پروا نکن هجری، تو رو با اونها نمیگذارم هرگز. رحمت، من همینجا خوب هستم سایرام. آخر تو با بالای منورا بر اومده نگفتی که من رو دوست میداری هجری؟ نمیفهمی تو مگر از این دیگر راهی بازگشت نیست؟ آخر با بالای منورا بر اومدم که نگفتم تو رو دوست میدارم. خیر پس چی گفته بودی؟ انیخ تو رو دوست میدارم نگفتم. وای، در حقیقت این میمون تو رو جادو کرده است، وگرنه تو دروغ نمیگویی. آخر دیوانه، چی ها گفته ایستاده ای؟ جوابت رو نگرفتی مگر؟ و قشلاقت برگر. آخر دیگر ما رو عصبی نکن. بچه ما نمیتین ما میریم. گویم و پسرشون رو به زوری داشته ایم. چند بار با تو گویم نمیدیم؟ گفتم نمیدیم. پدر التماس کمی بی صدا باشه. من خودم میدونم. اگر رفتی سود رو ویران کنید همتان رو با محبس میپرتایم. جنابی حکیم، بچه ما این نامزدیش دزدیدنش حاضی حقی نمیتن. درست است؟ درست است جنابی حکیم، انا این دختر دزدید. از تو نپرسیدم، میخوای تو رو با محبس پرتایم؟ گوش کنید جنابی حکیم، ما هیچ کس رو ندزدیده ایم. جناب هجری اینجا هست، اگر خواهید از خودی بپرسید. هجری پسرم، تو رو از نامزدی تویت را بودن مگر؟ بله جناب سودیا، ما رو دزدیدن. ها جناب حکیم شنیدین؟ آخه به زبان خودش گفت که دزدیدن، بچه مرا دزدیدن. بتن مونش. هجری تو چی کار کرده ایستاده؟ چی خیلی دزدیده این؟ سنم دروغگویی گناه است، برای همین راستش رو گفتم. این رو تنها با خون پاک کرده می شود. فهمیدی دختر؟ هجری تو باز پس میگردی. راست میگه. خاموش شوید. گوش کن پسرم هجری، تو میگویی که بزوری تو رو از نامزدیت را بودن؟ نه جناب حکیم، ما رو با خواهش خودم دزدیدن. پسرم سلامت هستی؟ چخیل تو رو با خواهش خودت را بودن؟ یعنی جناب حکیم گفتنی هم که ما رو مجبوری ندزدیدن. چی پت کدیست است؟ آقای سعدی این تاثیر جادو های، با فکری ما این تاثیر جادو های. در طول فعالیتم با این خیلی بیمعنیگی با نخوردم، باز این جوان با خواهش خودش را بوده شده است. خیر اگر این طور باشد با سبب آنکه یگان جنایت صادر نشده است شکایت بیکار کرده شد. هجری چقدر خواهد میتواند در خانه قادر زندگانی کند. آقای سعدی یگان کار بکاخیم، بچه ما نای دست ما گرفتن، نمیتن من یگان تا بچه ما نگیرم هیچ جا نمیرم. پدر بچه میخل نکو بیا خانه. مادر جان پدر جان خواطر نشوید، من یک مدت در خانه سنمشان مهمان میشم. هجری جان تو رو با دست این میمون نمیگذارم، آمده تو رو میگیرم، تو رو باشد میپرونم. زیق نشو تو شیری نکم، با تویمون تو رو هم دعوت میکنیم. امی خیلی نیستم. مرافعه به انجام رسید، میتوانید روید. نهایت را میگیرم. دختری پیشن که از پشت تو شد انگشترین دخترم کم رو به بحر رفتوندم. خورسندی؟ از پشت این بیشرم شده دیگر انگشترین زهرایم را هرگز پیدا نمیکنم. حتی وجدانت ناراحت نمیشود؟ این خیلی چی خیلی نباشد انگشترینی تو نیست چه روزی شوی؟ زینب